گوشتین ملی را بهوده شاهستون دیگر گوشتین ها نام نمیبرند. این صنعت ورزشی تاریخی کشور دامنش دور و دراز بوده تا امروز برای ما و جوانان ما میراث مانده است. اکثر پهلوانان نامی کشور سرچشمه از گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری امروز به پایه های قهرمانی دیگر گوشتین ها رسیدند. قهرمان برنامه نوبتی ما زمره چنین نفران است که حال حاضر در اوج شکوفایی است. همراز رجبов سال تولد 1995 سنه تولد 9 ایون نمادهای ورزش گوشتین ملی کمربندی سامبو و گوشتین جدا مربی صاحب نظر حق نظرов دستاوردها غالب و جایزه‌دار مسابقه های جمهوریوی و چمپیونات ها اوید به گوشتین های ملی سامبو و جدا چی میان جوانان و چی کلانسالان دو کراته چمپیون آسیا اوید به گوشتین سامبو جایزه‌دار قهرمانی جهان سامبو غالب مسابقه های گوشتین جدا قزاقستان 2019 جایزه‌دار چمپیونات آسیا اوید به گوشتین سامبو غالب و جایزه‌دار مسابقه های بین المللی اوید به جدا برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان استاد ورزش جمهوری تاجیکستان اوید به گوشتین سامبو جدا گوشتین ملی استاد ورزشی درجه بین المللی اوید سامبو. ناحیه جابر رسولوف ناحیه‌ای که حدود 20 کیلومتر از شهر خوجند دورتر جای گرفته است. بیشتر اینجا نمادهای گوشتینی کمربندی رشد و رونق کرده است. مردم ناحیه با کارهای کشاورزی و صنعتی مشغولند. ناحیه دارای چندین جماعت و دهها بوده میان آنها یک دهه تاجیک‌آباد است. دهه در همسایگی با جمهوری قرقیزستان جای گرفته است. در دهه تالاری ورزشی است که آن را لنگلیف مینامند. اینجا نورسان و جوانان دهه مشق ورزی میکنند. همراز نیز دست پروری مکتبی نامبرده بوده آغاز از آبان نورسی محبت به گوشتین کرده است. در خردی خیلی میل بسیار داشتم، تماشا میکردم، کلانسالان گوشتین میگرفتن. هوس میکردم که با همین پهلوان‌های دیار مثل رسول باقیوف، مثل جمشید شانیازوف، مثل فریدون شاه استاپیروف تماشا میکردم. خیلی گوشتین خوب میگرفتن، میل بسیار داشتم. 2003 او را پدر به تالار ورزشی نزد مربی جوان صاحب نظر حق نظر آورده است. همراز رجبов شاگرد من است. اولینش که صدلا نیازов استاد من میشن. اولین استاد من همین کس هستن و ما پیروان همین استاد هستیم و این همراز شاگرد ما اخوردی ما همون تربیت کرده بر اومدیم به این وایه رسید. ما شکر میکنیم که هم خیلی استاد داریم، هم خیلی شاگردار تربیت دادن با ما پیروان همین کس با ما هم خیلی شاگرد به وایه رسوندیم. همکنون زحمت‌های استاد جوان بود که او یک بار از گوشتین ملی همچنین همراز روی آورد به نمادهای گوشتین سامبو و جدا. با مرور وقت همراز تمرین میکرد و در مسابقه های داخلی و ناحیوی جایزه‌دار میشد. نخست نشان زرین را سال 2006 از مسابقه ناحیوی میان نورسان به گردن آویخته است. همراز در تالار ورزشی لنگلیف 3 بس تمرین میشود. بس اول خردسالان، بس دوم نورسان، نورسان که در مسابقه ولایتی جمهوری اشتراک میکنند و بس سوم باشد شبگاهان کلانسالان تمرین میکردم. و من سن سال من با نورسان هم طوری نمیگرفت و من با کلانسالان میدرآمدم. مرا میگفتن که از تالار رفت برای تو در بالای نغلطن نگان شکست نخوری. من کوشش میکردم با کلانسالان تمرین کنم. سال 2009 باشد در مسابقه جمهوریوی از ناحیه خوانی این نوجوان در نماد گوشتین ملی نشان برنجی را به ناحیه آورد. 2011 سال اولین بار در قهرمانی سامبوی تاجیکستان رقم 1 وزن خود شد. این نشان طلایی او را راهگشا برای چمپیونات آسیای نورسان شد. حالا که به دستاوردهای پررشک میگذاریم میرویم به زادگاه همراز دهه تاجیک‌آباد. او را 2 دخترچه خردسال و پسر کردی استقبال می‌کرد. حتی دخترچه های خردسالش خرچه در دست با لباس های ورزشی. مادر باشد دایر شب و محبت همراز به گوشتین خاطره های رنگین در یاد دارد. استقلالیت مادری خوشبخت هستم که چنین فرزنده به دنیا آوردیم.
خدمت‌های پدرش راستیگه به درجه بلنده. ما این 100 راضیم. اولا خاراکترش به ما مقبوله که وقتی که مسابقه ها میره در تلویزیون برآمد میکنه برای مادر به درجه وضعین است. باور کنید دست تو میلرزم خدا میگویم اولا میگویم اول بتونی صحت بیاید خاطری جمع بیاید با سری بلند بیاید. باور کنید من این 100 راضیم. یک بچه دارم 3 دختر. در دل من یک شعر پیدا میشه. یک محل این ماشین فرومد گفتم ماشین فرومدی بچم میدلی جهان ای در دستت آچد مرر به چشم قاشی مستد. پدر مادرم با من خیلی مهربان هستن. وقتی که با یگان دولت سفر میکنم و نقل میکنن خوابشون نمیبره که فرزندم ساق و سلامت رود و رسد و مسابقه قهرمان شد و میدلی خوش رنگ. و مادرم من کوشش میکنم که این مدال فرق ندارد مدال برنجی است نقره است طلا است. هر یک پدر میخواد پسرش قهرمان شد مدال طلای خوش رنگ رو گیره و فقط به من میگویند برای من این سلامتی خوب و سر بلند به وطن برگشتن مهمتر این است. این حجره اگر پهلوی دیوار سر تا پا پر از مدال باشد بالای نشانه ها 5 حلقه المپی تجسم گردیده است. آرزویی که همراز را دائما دامنگیر است. سلسله مدال هایی که میبینید در حجره است که تعلق به قهرمان برنامه ما دارد. بجز از این مدال ها آرزوی همراز رجبوف همین 5 حلقه المپی حتی در بالای حجره او ساخته است به خاطر که آرزوی او در راه المپی است. هر یک مدال مسیری پرپیشتابی دارد که برای همراز تا هنوز همدم است. میان مدال های سرشمار حتی نشانه های آوازانند که خاطره های رنگین را تا هنوز در خیال همراز نقش بستند. مثال از آنها این مدال طلای قهرمانی آسیا است در نماد گشتین سامبو. مدال من است که من در قهرمانی آسیا وقتی که دستم لب برداشت وقت می توانستم که از مسابقه دست کشم و چون که میدونید و حریف من از قرقیزستان بود آمدن مربی گفتن تو باید این غلب با این خوازمه غلبه کنی. فقط اونجا ناموس راهی مهم را می آموخت و با حساب 9 بحثه غلبه کردم و سعودی ملی برای من این روزی فراموش نشونده بود. سعودی ملی زیاده از 36 دولت صدا داد. خیلی برای من خرسند بودم و میگفتم که من میتونم. این بیبی همراز است که زیاده از 80 سال عمر دارد. ماما همراز را پسر خود میداند چون که گوهره نابیره مانده است. او نیز از دوران کودکی نابیره خاطره های نیکی را در یاد دارد. همراز جان گجای رود مفراد پیش من بیبی من فاتحته من این فاتحه میتیم بیبی مرد گجای میری سر بلند بیایی زبون دراز برایی پیش کار خدا روشن کند آب روان پیشت باشد بچم میگم آمینش میکنم این میگوه خدایا شر حرمتم میکند عزتم میکند من جدا من ندار در بچم. شهر ترسونزاده سال 2015 چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتین جدا میان جوانان. اولین نشان طلایی اوید به نماد المپی را همراز از همین چمپیونات به گردن آویخته است. سال پس برای شرکت در چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتین سامبو بین کلانسالان در وزن 74 کیلو به شهر دوشنبه آمد و قهرمان شد. خود همان سال به اشقاباد ترکمنستان رفت تا در قهرمانی سامبوی آسیایی کلانسالان برآمد کند. همان وزن 74 کیلو او را به اینجا برد. این جوان پر انرژی تاجیک در این چمپیونات رقمی 1 گشت. در آسیا قهرمان شدم. 500 خالی سامبو گرفتم. در جهانی 600 خالی به دست آوردم. در ریتینگ جهانی رده‌بندی دوم ایستادم. در مسابقه خیلی در سطح بلند گذشت. اولین حریف من از دولت تونس بود، دومین از دولت مغولستان بود، سومین حریف من از دولت ازبکستان بود. هم خیلی پهلوانی پرقوت بود. 4 کرات قهرمان آسیا بود. با حسابی 3-2 به یک مشکلی من او را مغلوب کردم. با آخرین نیم نهایی با دولت روسیه بود.
گوشتین خیلی پرقوت است. فکر میکنم 4 دقیقه هر دومان کشتین 0-0 بود. نمیدونم اونجا داور نمیرسید، مرا آگاهی دادن و 15 ثانیه ماندگی مرا با یک اصول با یک خالی چیز با یک 1-0 من مغلوب کردم و برای مدال برنجی از با رقیب خود از دولت اوکراین با حساب 8-0 دست بالا کردم و مدال برنجی چمپیونی جهان باید بستن و بین کلانسالان را صاحب گردیدم. 2018 سال در گشتین ملی پایتخت در وزن 80 کیلو برآمد کرد و تا فینال آمده. همچنین رقابت فینالی را با پیروزی جانبست کرده غالب شد. سال پس 2019 او برای شرکت در نماد المپیک جودو به قزاقستان رفت. مسابقه بین المللی بود و او در وزن تا 81 کیلو غالب گردید. اولین نشان نماد المپیک از مسابقه بین المللی برای او محسوب میشد. من سنباکار بودم. اولین بار بر جودو گذاشتن خیلی برای من مشکل بود. بعد برای در مشق‌های دست جمعی اشتراک کردم، جودو را آموختم تا از سال 2019 باشد تا حاضر به جودو برای من مشق تمرین میکنم. همین سال 2019 برای همراز خیلی سال پربرار بود. او هرچی بیشتر در نمادهای گشتین دست بالا میشد. او همین سال به چمپیونات آسیای هندوستان رفت و در گشتین سامبو جایزه‌دار گشت. همچنین در گشتین ملی در جام پرزیدنت کشور جایزه‌دار گردیده است. کازاک کورش نماد ملی قزاقی. شکلاً این نماد ورزش با مثل گشتین ملی است، اما با چند نازکی خش فرقی دارد. گران پری که برای ورزشکاران هم آبروی و هم مبلغ می‌آورد، برای همراز نیز راهگشا گردید. در سال 2019 همراز در این مسابقه برآمد کرده برنده نشان طلا گشت. ما همه شاهد هستیم که او در میدان‌های کلان در شهر دوشنبه، در نوروزی‌ها، در جام‌های پایتخت دائما جایزه‌دار میگشت و گشته استاده است. همراز بغیر از گشتین عموما اصلا مکتب گشتین لنگلیف ما هم گشتین ملی، هم سامبو، هم جودو، هم گشتین کورش ازبکی و کورش قزاقی که اصلا زاده گشتین ملی ما هستند برابر مشق میکنند و او هم در گشتین کورش قزاقی صاحب مدال طلا شد و در گشتین کورش ازبکی جایزه‌دار و صاحب مدال ها گشت و بارها در میدان در جشن‌های نوروزی ما، نوروزی جمهوری ما در قسم نهایی گشتین میگرفت غالبا برآمده است. 2020 سال باز قهرمانی سامبو شد. این نوبت وزنش بالاتر رفت و در وزن 82 کیلو نشان را به گردن آورد. سالهای 2021-22 جایزه‌دار مسابقه‌های بین المللی گشتین ملی می‌گردد. آخران برآمد همراز از جام پرزیدنت کشور در شهر خوجند پیشکشتان می‌گردد که مرحله ها را خیلی خوب او پشت سر کرده است. مخصوصا برآمدش در قسمت فینالی بر مقابل پهلوان ایرانی شایسته تحسین بود. ورزشگر تاجیکستان بسیار جرأت متانت خود را دیگر باره نشان می‌دهد. بسیار رفت سبقت را کاملا دیگر کرد به مانند آبی جیبوف. اما پهلوان ما واقعا هم عزیزی میدان شد.
ана ин аз фурӯтанӣ ва матонату маҳорати волои паҳлавони тоҷик Ҳамроз Раҷабов. вақте ки ӯ ба қисми ниҳоӣ баромад, агар ки аҳамият дода бошад, агар тамоми толор ба по хиста буд ва ҳама ӯра дастгирӣ мекарданд, хат чунки мо ҳам соҳиби майдон будем, дар шаҳри востони хуҷанд доир шуд ба як дараҷаи баланд ва ҳамроз тавонист ки медали тилларо сазовор шавад, ки ин боиси хушнудии тамоми мо буд. толори варзишии Устопиён дар шаҳри Хуҷанд барои Ҳамроз толори дуюмест, ки пайваста онҷо тамрин мекунад. махсусан тамринҳо дар якҷоягӣ бо паҳлавонони ин толор ба ӯ кӯмак расон ҳастанд. дар қисми финалӣ бо паҳлавони Иронзамин рӯбарӯ омад ва хело ҳам дар як сатҳи баланди гӯштини ҷудо ӯ ҳарифи худро ба тахтапӯш бо усули иппон мағлуб кард. ҳамроз дар ҳақиқат дар ин тури чанд моҳи пештар барои мусобиқот тайёрӣ ҷиддӣ дид. ҳам дар машқҳои дастаҷамъӣ иштирок кард, ҳам дар шаҳри Тошкенти ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҳам дар толори Устопиёни шаҳри Хуҷанд ба ҳамроҳи шогирдон инҷо тамрини худро давом дод. ҳоли ҳозир Ҳамроз бештари тамринҳояшро дар клуби варзишии Ланглифт мегузаронад. аллакай насли наврасу ҷавон дар ин толор ҳамқадами ин паҳлавони ҳамдеҳагӣ ҳастанд. ҳоло ки Ҳамроз дар роҳи зафар гомгузор аст, мо дар ин роҳи мардонагӣ ба ӯ пирӯзӣ ва комёбиро таманно дорем. бошад ки ҳамеша даст додову зафарёб бошад.